سلام علیکم. بخیر. سلام بینندگان گرامی. برنامه نوبتی جهان در جهان نماست. منظور شما از روزانه جهان نما و در برنامه نوبتی با یک مهمان ویژه سیدترش رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دکتر عبدالله صحبت میکنیم. قبلا حضور مبارک شما را به خانه خودتان به وطن دویمتان تاجیکستان خیر مقدم میگیم. یک صحبت خاص، یک صحبت ویژه برای تلویزیون جهانی جهان نما با شما داشته باشیم. از شما جهانی سپاس که این امکانیت را برای ما فراهم آوردید. تشکر از شما، سلامت باشید. نخست سوالی من این بود، امروز وضع در آنسوی آمو در پس منظر روند صلح و مذاکرات بین افغانی چگونه است؟ راههای رسیدن به موفقیت ها تا کجا نزدیکتر می شوند؟ تشکر از شما. شما میدانید که بیننده‌های محترم تلویزیون شما شاید اطلاع داشته باشند که مذاکرات 4 ماه قبل آغاز شد. این اولین بار بود که بعد از 3 دهه جنگ دو طرف میز مذاکره با هم روبرو بحث و گفتگو را آغاز کردند. یک فرصت بسیار خوب و تاریخی و استثنایی است، در حالی که نزدیک به 3 دهه ما با هم جنگیده بودیم. مذاکره دور اولش که روی دستور کاری بود یا ما طرز العمل میگیم، این دور سپری شد، نهایی شد، دستور کارم به تصویب رسید توسط هر دو طرف و هر دو طرف هم تصمیم به این گرفتن که به یک وقفه ضرورت بود تا با سایر بزرگان کشور بحث صورت بگیرد. فعلا هیئت مذاکره افغانستان در کابل هستند. قبل از آمدن ما با همراهشان صحبت و گفتگو داشتم، بعد از رفتنم با همراهشان بحث میکنیم. با رئیس جمهور افغانستان دیدم، با سایر سران سیاسی کشور بحث و ملاقات ها می داشته باشند، با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی بحث میکنن و بعد دوباره برمیگردن و وارد مرحله دوم گفتگوها میشن. اما در این حال باید بگوییم که متاسفانه جنگ هم ادامه پیدا کرده، خشونت و خونریزی هم ادامه پیدا کرده. این چیزی است که مردم افغانستان روی زو تاکید دارند تا با شروع مذاکره حتما باید خشونت کاهش پیدا کنند، سطح جنگ رو پایین بیاید، بالاخره ما با آتش بس موافقه کنیم بین دو طرف. این خواست کلی مردم افغانستان است، در حالی که چشم برای یک راه حل جامع همه جانبه برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت هست مردم افغانستان، اما تا او زمانه خواستار تامین آتش بس است. طور از رسانه ها میدونیم تقاضا این است که مذاکرات من بعد در داخل خود افغانستان صورت گیرد. آیا با اندیشه شما این امکان پذیر است؟ خب مردم افغانستان به توقع دارند، چون جنگ در افغانستان است و بین دو طرف است. میگن که اگری در افغانستان صورت بگیره بهتر است. از لحاظ عملی اگر فکر کنیم طبعا این با موافقه هر دو طرف تعلق داره. وقتی که میگیم محل مذاکره باید دو طرف موافقه کنند. احتمال اونا طرف مقابل که طرف طالبان باشن به یک موافقه نکنند، اما بسیار مهم است که مذاکره دوام پیدا کنه، یعنی بار دیگه شروع شود و محل مذاکره باید مانع از این است که مذاکره آغاز شود. وقتی که توافق دو طرف صورت میگیره در هر محلی که هست، در اونجا مذاکره ادامه پیدا کنه. اما طور میدونیم در این میان 21 روز توقف اعلام شد در جریان مذاکرات. با کدام خاطر؟ خب دو مسئله بود. یکی هیئت افغانستان، خصوصا هیئتی که از جمهوری اسلامی افغانستان رفته بودن، مدت 93 روز در اوج مذاکره را ادامه داده و بعد دوباره البته در این میان بعضی از اعضای هیئت سفر داشتن به کابل، اما بیشتر اینا کسایی بودن که در اوج تمام مدت سپری کردن. و نکته دومی بود که مسائلی هم که باید بحث میشد ایجاب مشوره‌های بیشتر در کابل هم میکرد، خصوصا با شورای عالی مصالحه ملی. با این نسبت هم ضرورت بود، اما این مسئله از هر دو طرف مطرح شد، یعنی هر دو طرف این ضرورت احساس کردند که ایجاب یک وقفه میکنه بعد از 93 روز مذاکره. پیشوای ملت تاجیکان محترم امالی رحمان پیوسته از منبرهای بلند سازمان‌های با نفوذ جهانی و کشورهای جهان سری مسئله هرچی زودتر تامین صلح و ثبات در کشور همسایه افغانستان اصرار می‌ورزند. شما در این مسئله چی میگید؟ ما همیشه از موقف جناب عالی رئیس جمهور تاجیکستان
و شخصیت برازنده منطقه که در کنار مردم افغانستان قرار داشتند و خواستار تامین صلح و امنیت در کشور ما بودند و به این اهمیت قائل شدند و از طرف دیگر به روابط دو جانبه بین دو کشور بسیار اهمیت قائل شدند و همکاری های متقابل بسیار توجه کردند. ما از موقفشان تشکر و قدردانی میکنیم. امروز هم که در حدود بیشتر از 2 ساعتی که اونا لطف کردن و موقع مساعد ساختن و با امرشان صحبت داشتم. تمام توجه و علاقه از اونا به این است که همسایگی تاجیکستان صلح برقرار شود و همه میدانیم که در نبود صلح تهدیدات به میان آمده، تهدیدات وجود داشته، مشکلات وجود داشته، مثل گروه های تروریستی که فعالیت میکنن و بالاخره تهدید به زندگی صلح‌آمیز اتباع شهروندان سایر کشورها متوجه میسازند یا تهدید مواد مخدر که هم تهدید جهانی است. در این حال در تامین صلح هر دو کشور میتونه بسیار نفع ببره. تنها دو کشور نه، تمام کشورهای منطقه، آسیای جنوبی، آسیای میانه، همه میتونن مستفید شوند در صورتی که صلح تامین شود. حسن نیت همیشه داشتن، در عملکردشان این حسن نیت ظاهر بوده و در تمام مجامع بین المللی پشتیبان پروسه صلح در افغانستان بود. جناب دکتر عبدالله، همانطور میدونیم آمریکا تصمیم دارد که یک تعداد سربازان خود را از خاک افغانستان خارج کند. بعد خروج سربازان افغانستان وضعیت به اندیشه شما چگونه خواهد رنگ گرفت؟ یک قسمت از قوات‌های آمریکایی، قوات‌های ایالات متحده آمریکا خارج شدند فعلا، اما تصمیم به است که 2500 نفر از این پرسنل نظامی در افغانستان بمانند و اداره تازه، اداره که باز انتخاب شدند، هنوز فعالیت شروع نکردن، اونا بحث و مشوره کنن و بعد تصمیم بگیرن در اون مورد. و البته در موافقتنامه که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، این جزء از موافقتنامه خروج کامل قوات‌های ایالات متحده آمریکا و بین المللی است. در این حال شما می‌دانید که ناتو هم در این میان جلساتی دارند. در ماه فوریه جلسه وزرای دفاع است که در اوج موضوع حضور نیروهای ناتو را بحث می‌کنند. در تمام این مسائل یک مسئله بسیار اهمیت داره از دید مردم افغانستان و دولت افغانستان که خب اگر موافقت صورت گرفته بین ایالات متحده آمریکا و طالب‌ها، اونا مواد دیگه هم دارن، مفاد دیگه هم دارن، از جمله رسیدن به صلح، تامین قبل بر او، تامین آتش بس و یا زمینه سازی به فضای بهتر مذاکرات، حل صلح‌آمیز قضیه، عدم همکاری با القاعده، عدم حمایت از گروه‌های تروریستی که تهدید است بر مردم افغانستان و بر جامعه بین المللی. تمام اینها جزء شرایطی از اون موافقتنامه است. خب احتمالاً به این شرایط هم اداره موجود هم متوجه است و اداره آینده هم متوجه خود بودند که موافقتنامه نه تنهایی که به یک وقت مربوط است که در کدام زمان، اما در این حال شرایط دیگه هم دارد، زمینه‌های دیگه هم دارد، باید مساعد شود. شما که ریاست شورای عالی مصالحه صلح را بر دوش دارید، میگفتید که مخالفینی که در این مذاکرات اشتراک دارند چی پیشنهاد دارند؟ خب یک خواست عمدهشان که مطرح کرده بودند و همیشه در تبلیغاتشان مطرح شده، خروج کامل قوات‌های خارجی است. حالا قوات‌های بین المللی به این موافق هستند که در افغانستان وقتی که صلح به میان بیاید دیگه ضرورت به حضور قوات‌های بین المللی نیست. کنار اینمی موقعش است که طالبان باید که کمک کنند برای رسیدن به صلح، سهم بگیرن در این پروسه عملا و فعالانه سهم بگیرن تا اینکه در افغانستان ما به صلح نزدیک شویم و صلح تامین شود. در اون صورت همه مردم افغانستان خواستار از این نیستند که قوات‌های خارجی در کشورشان حضور داشته باشند. مردم افغانستان می‌خواهند که در صلح با هم و با دیگران زندگی کنند و تامین امنیت و دفاع کشور مربوط به خود مردم افغانستان باشد. تاجیکستان در این راستا خواهان هرچی بازگشت صلح دوباره در افغانستان است و میگفته که تا کجا افغانستان از تجربه صلح آفری تاجیکستان میتواند استفاده کند. تشکر. امروز ما بحث داشتیم در
با جناب عالی رئیس جمهور امام علی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان روز گذشته با رئیس پارلمان مجلس نمایندگان کشور با نخست وزیر با وزیر امور خارجه ملاقات‌های تفصیلی داشتیم. خب امروز اگر تاجیکستان دستاورد داره در عرصه‌های مختلف و ترقی به میان آمده و پیشرفت شده، دلیلش است که در این کشور صلح برقرار است و یک تجربه صلح این کشور داشته. ما از تجاربی که رهبری تاجیکستان در عرصه‌های مختلف دارد شناخت که از اوضاع منطقه دارند روی جنبه‌های مختلفش امروز بحث کرده و به صورت کل خوشحال هستیم که یک کشور همسایه و برادر حامی پروسه صلح در کشور ماست. می گفتید که نتیجه این سفرتون به تاجیکستان تا کجا نتیجه بخش بود؟ ما سفر بسیار خوب داشتیم. من پیشتر خدمت شما گفتم از مهمان نوازی مقامات و مردم تاجیکستان تشکر میکنیم. عرصه‌های مسائلی که ما بحث کردیم ما بحث میکنیم به هر دو کشور تعلق داره، تاثیرات بالای هر دو کشور داشته و این بحث‌ها همیشه باید دوام کنه، مفید است، ضرورت است، در حالی که مسائلی که مربوط به مناسبات حکومتی میشه او از طریق کمیسیون‌های بین‌الحکومتی از طریق مقامات حکومتی دو کشور مورد بحث قرار میگیره یا مسائل امنیتی و امنیت‌ها. اما مسئله صلح که اساسی ترین مسئله کشور ماست در این راستا هم نظریه‌های خوبی وجود داره. در آخری برنامه شما با مردم تاجیکستان با تلویزیون جهان نما چی پیام دارید؟ خب تلویزیون جهان نما از مدتی که آغاز کرده و کار بیننده بیشتر پیدا کرده، علاقمندان بیشتر پیدا کرده، مثلا خود خدمت همه مردم تاجیکستان چه اونایی که در کشورشان هستند یا خارج از کشور مثلا میبرن تقدیم میکنم و ممنون هستم از ملت برادر و همسایه در کشور تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان به خاطر حسن نیتی که اینا نسبت به مردم ما به فرهنگ کشور ما و مناسبات با این کشور داشتن سلام و تمنیات قلبی خود خدمتشان تقدیم میکنم. ما نیز به شما جهانی سپاسگزار میکنیم که وقت پیدا کردید، امکان دادید به ما تا با شما یک مصاحبه خاص و دوست داشتنی رو انجام داده باشیم. بار دیگر قدم شما به تاجیکستان فرخنده بود. خوش آمدید. بینندگان گرامی یادآور میشیم که با دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان صحبت داشتیم. برنامه‌های دیگر شبکه اطلاعاتی جهان نما ادامه دارد. پیگیر برنامه‌های ما باشید.